صنعت سوال دادن یک مهارت مهم در تعلیم و زندگی است. کودکی که درست سوال داده میتواند، معنایش آن است که فکر کرده ایستاده است و میخواهد عمیق‌تر درک کند. اصول معمول در مکتب‌ها جستجوی راهنمایانه می باشد که آموزگاران خواننده را تشویق میکنند خود سوال دهد و خودش جواب را یابد. برای آموزاندن این صنعت اول والدان و آموزگاران خود باید صبورانه به سوالهای کودک گوش دهند و آنها را راه بلند سازند. وقتی کودک سؤال می‌دهد، حتی اگر سوال ساده یا خنده آور نماید، نباید او را مسخره کرد. به جای این میتوان گفت سوالی خیلی جالب داده و سپس شرح مناسب را پیشنهاد نمود. همزمان میتوان فرزند را آموخت که خودش سوال طرحریزی کند. مثلا هنگام تماشای فیلم یا خواندن کتاب از او بپرسد تو چی میپرسیدی اگر جای قهرمان میبودی، یا به فکر تو دوام حادثه چی خیلی میشد. این کودک را وادار میکند که فکر خود را فعالانه به کار اندازد. در صنف‌ها نیز آموزگار میتواند به هر خواننده وظیفه دهد که درس امروزه را با یک سوال جمع بست کند. همینطور آنها نه تنها موضوع را می‌آموزند بلکه ملکه سؤالگزاری را نیز صیقل می‌دهند. صنعت سوال دادن در آینده به کودک کمک می‌کند که در تحصیل، تحقیقات و حتی معاشرت یک سر دیده و کنجکاو باقی ماند. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفا نظر خود را نویسید. یادآور می‌شویم که شریک برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.